اگه دیدی از اگزوز این رنگ اومد بیرون یعنی داره روغن میسوزه. اگه دیدی این رنگ اومد بیرون یعنی داره آب میسوزه. و اگه دیدی این رنگ اومد بیرون یعنی خامسوزی، بنزین بیشتر. بریم با هم بررسی کنیم زیر سر چه قطعاتیه. اگه از اگزوز دود آبی بیاد بیرون یکی از دلایلش رینگای پیستونه. اگه رینگا ضعیف بشه بشکنه، روغن از پایین پیستون میاد روی پیستون، تو محفظه احتراق میسوزه. یکی دیگر دلایلش لاستیک ساق سوپاپه. اگه لاستیک ساق سوپاپ ضعیف بشه، روغن از دیواره ساق سوپاپ میاد پایین و تو محفظه احتراق میسوزه. حالا اگه از اگزوز دود سفید بیاد بیرون یعنی آب یه جوری راه پیدا کرده به داخل سیلندر. بیشترین احتمال چیه؟ واشر صد سیلندر بسوزه از دور سیلندر. اینا کانالای آبه. اگه از اینجا بسوزه آب وارد محفظه احتراق میشه. یه احتمال دیگه هم وجود داره. چی؟ بوش سیلندر از داخل ترک خورده باشه، یعنی از این قسمت ترک خورده باشه و اینا کانالای آبه. آب راه پیدا کنه به داخل سیلندر. حالا اگه از اگزوز دود سیاه بیاد بیرون زیر سر این قطعات سوخت‌رسانیه که تو پست بعدی دقیق‌تر با هم بررسی میکنیم. پیجمون رو فالو کن، پست بعدی رو از دست ندی. تو پیجمونم کلی از این پست‌های کاربردی و به درد بخور برات آماده کردیم.